سلام. تا حالا فکر کردی یه نفر خودش زنگ بزنه به پلیس بگه سلام من یه نفر رو کشتم بیایید دستگیرم کنید؟ خب اگه فکر میکنی همچین چیزی فقط توی فیلم هاست، این ویدیو رو تا آخر ببین، چون چیزی که میخوام برات تعریف کنم هم واقعیه و هم از فیلم ها خیلی ترسناک‌تره. اسمش جیمز بارتون بود. یه مرد معمولی توی یه شهر کوچیک توی ایالت اورگان آمریکا. یه کارمند بانک، متأهل، یه خونه کوچیک با یه گربه پشمالی خاکستری که همسایه‌ها دوستش داشتن. نه سابقه کیفری، نه خشونت و نه هیچ چیز مشکوکی. اما یه شب همه چی عوض شد. زمستون سال 1998 ساعت حدوداً 2 نصف شب. پلیس یه تماسی دریافت میکنه که توی گزارشش نوشته شده مردی با لحن آروم تماس گرفت و گفت من 8 سال پیش یه نفر رو کشتم. میخوام راهنماییتون کنم جسدش رو پیدا کنیم. نمیخوام دیگه فرار کنم. افسر مسئول اولش فکر میکنه که طرف یا مسته یا داره شوخی میکنه، ولی وقتی که جیمز یه آدرس دقیقی توی جنگل رو میده، مامورا رو میفرستن اونجا. و بله، جسد اونجا بود، درست همونطور که جیمز گفته بود. پیچیده شده توی یک پتو به همراه یه انگشتر دخترونه که توی دستش بود. پلیس وقتی میفهمه که طرف بی سابقه است و هیچ سرنخی ازش ندارن، جا میخوره. ازش میپرسن چرا حالا زنگ زدی؟ چرا خودتو لو دادی؟ و جیمز فقط یک جمله میگه: خسته شدم. هر شب قبل خواب اون لحظه میاد جلوی چشمم. نمیتونم ادامه بدم. اما همه چی همینجا تموم نشد. پلیس بعد از اعتراف اول شروع میکنه به بررسی کامل زندگی جیمز و اونجاست که کم کم یه سری سرنخ‌های دیگه از چند تا پرونده حل نشده پیدا میکنن. قتل‌هایی که به ظاهر تصادفی بودن، مثل تصادف با ماشین یا مسمومیت با دارو، ولی حالا با توضیحات جیمز مشخص میشه اون پشت این پرونده ها بوده. حداقل 3 قتل دیگه. جیمز تبدیل میشه به چیزی که توی آمریکا بهش میگن سیریال کیلر خاموش، کسی که تومش رو بی سر صدا بدون خشونت آشکار حذف میکنه. توی دادگاه جیمز اول سعی میکنه از خودش دفاع کنه، ولی بعد از اینکه صدای ضبط شده تماسش با پلیس پخش میشه، همه چی تموم میشه. حکم 3 بار حبس ابد بدون آزادی مشروط. اما آخرین جمله‌ای که توی دادگاه گفت هنوز ذهن خیلی‌ها رو درگیر میکنه. من نمیدونم چرا اون کارو کردم، ولی میدونم چرا اعتراف کردم، چون میخواستم برای اولین بار توی زندگی کار درستی بکنم. خب این بود داستان جیمز بارتون، آدمی که سالها مثل یک شهروند بی عیب زندگی کرد ولی یک قاتل سریالی بود. به نظرت اعترافش از روی پشیمونی بود یا فقط یه نقشه دیگه؟ نظرتو توی کامنت ها برام بنویس، چون واقعا میخوام بدونم شما چی فکر میکنید. اگه از این مدل داستانهای واقعی خوشت اومده، حتما لایک کن و سابسکرایب یادت نره، چون داستانهای عجیب تری برات دارم.